سلام امید که جور و صحتمند باشین. خب لایف آغاز میکنیم ولی چند لحظه صبر میکنیم تا تعداد از اشخاص وارد لایف شود. صدای من خونه؟ صدای من دارین؟ سلام امید که جور و صحتمند باشین. خب لایف امشب آغاز میکنیم. خیلی مشکل نیست، در جریان تعداد پوره میشم. خب جمله بندی را میخوانیم امروز، امشب البته. جمله بندی در انگلیسی. اول مییم به ای که مثلا یک نفر میگه که داری یا دارم چیزا را بگیم. اینا را چه رقم انگلیسی میگیم؟ کلمه داشتن میگیم have. اگر بگیم که داری را چی میگیم؟ you have. از چی استفاده میکنیم؟ have کمی طرف مشترک کنیم. have داشتن میشه you have، یعنی تو داری. چون اینجا سوال کردیم، سوال میکنی، از چی استفاده میشه؟ do. میگیم خیلی do you have داری؟ do you have. مثلا داریم و مثلا میگیم که موتر داری، اما در انگلیسی در آخر گفته میشه. میگیم a car. Do you have a car؟ یا do you have
a pen? Do you have a مثلا mobile؟ ایره در برitish میگیم mobile، در امریکن میگیم mobile تلفظ میکنیم. Do you have a car? Do you have a pen? Do you have a mobile or mobile؟ به این شکل میگیم. داری مثلا میگیم ایناش نباشه بگیم که چی داری. صحیح است؟ داشتن چی میگفتیم؟ have. You have که بگیم نه. You have. اگر سوال میشه میگیم do you have؟ آیا تو داری؟ اگر بگیم چی داری میگیم what do you have؟ چی داری؟ داخلش سوال میگذاریم. اینی جمله سوال است. خب یک جمله که امری باشه مثلا میگیم که I am. اینجا یا استفاده میکنی یا ان استفاده میکنی. I am یا یا ان استفاده میکنی. میگی I am a مثلا doctor. من یک دکتر هستم. I am an engineer. I am an engineer. مثلا I am a teacher. I am a teacher. از چی استفاده میکنی؟ یا ان استفاده میکنی. از یکی از استفاده باید شود. خب در اینجا ما فهمیدیم که ای با چی ختم شد؟ جمله سوالی است. ای چی است؟ جمله برش میگیم که جمله خبری. ما 4 رقم جمله داریم. آل جمله را میخوانیم که چی هستن. وقتی که 4 جمله را بلد باشین میفهمین که جمله بندی چه رقم صورت میگیره. یکی جمله خبری است، declarative sentence برش میگیم. یکی جمله امری است، imperative sentence میگیم برش. یکی جمله سوالی است، question sentence، یا چهارمش هم میشه exclamatory sentence، جمله ندایی. خب بعدش اینا رو که فهمیدیم 4 جمله رو بلد شدیم، اینا رو میایم دانه دانه تمامش توضیح میدیم که چی هستن. جمله امری چیز، جمله سوالی چیز، جمله ندایی چیز. اینا رو خیر مشکل نیست، اگر نوتم نکردین باز من ایره دوباره پست میکنم هم در یوتیوب هم در فیسبوک. در یوتیوب که نشد فقط در فیسبوک لایف امشب ما شده و کسایی که کامنت میگذارن میتونه کامنت خدا بگذاره. درست است؟ من کامنتاشون پاسخ میدم. هر کسی که کامنت نوشته میکنه نوشته کنه. سوال می داشته باشین پرسان کنین. درست است؟ خب میریم به جمله اول. جمله اول ما هست جمله خبری. جمله خبری چه رقم جمله است؟ خیلی مهم است، اینو یاد داشته باشین. declarative sentence، جمله خبری. باشه که انگلیسیشو نوشته کنم براتون. declarative sentence یا sentences که برش میگیم جملات خبری. خب این چه رقم جمله است؟ میگیم تعریف میکنیم، میگیم declares a statement. declares a statement. یک بیانیه را به ما چی میکنه؟ خبر میده. declarate میکنه یعنی خبر میده. declares a statement. خیلی ساده تعریف گرامر یاد بگیرین. declares a statement. مثلا چه رقم؟ مثلا تو میگی که I go to school. من به مکتب میرم. این جمله چی است؟ جمله خبری است. چطور فهمیدی؟ جمله خبری را از چی میشناسیم؟ از چی بشناسیم؟ خوب متوجه باش. هر وقت که subject داشت، verb داشت و complement داشت. تو میگی استاد ایره خب ما نخوندیم. زمان حال ساده را گذاشتیم، در یوتیوب برین ایره گذاشتیم. subject plus verb plus complement، زمان حال ساده است. هر وقت که اینی شکل گرفت جمله چیست؟ خبری. تو میگی بازم استاد نفهمیدم، عامیانه تر بگو. باش که عامیانه تر برات بگویم. هر وقت که سوال پرسان نکرده است تو
I go to school. من به مکتب میرم. از تو سوال پرسان کرده؟ نه. دیگه هیجان داره؟ من به مکتب میرم که هیجان نداره. یک احساس ناگهانی به وجود نامده که. برای میگیم جمله خبری. و یک جمله دیگه بود که امری میگفتیم. سرت امر کنه. آیا این کدام امر است؟ I go to school نیست. پس جمله خبری را از روی چی میشناسیم؟ سوال نباشه، امر نباشه و چی نباشه؟ احساس ناگهانی نباشه. اینی سه کاتگوری را نداشت. جمله چیسته؟ خبری است. خب این جمله را یاد گرفتیم. جمله دوم نامش هست interrogative یا question هم براش میتونستیم بگیم interrogative sentence. جمله پرسشی. جمله چی؟ پرسشی. یک تعریفه که خیلی ساده براتون بودم که خیلی ساده است. تعریفش هم رقمی بگویم. ask a question. خلاص همه قدر. چقدر؟ ask a question. سوال پرسان میکنه. اینه می کارش است. خب تو میگه استاد چند رقم ما سوال کردن ها داریم. سوال کردن های ما چند رقم است. یکی با WH شروع میشه. درست است؟ مثلا WH کدام ها میتونه باشه؟ مثلا میتونه what باشه، میتونه where باشه، میتونه why باشه، میتونه who باشه، میتونه whose باشه، میتونه how باشه و غیره. زیاد هستن. What, where, why, who, whose, how. اینا تمامش چی هست؟ WH داره. سعی که WH یا WH داره دیگه. خب اینا که WH داشت میگه استاد ترجمه هم کو. باشه که ترجمهشون باید مشترک کنم. What میشه چی؟ Where میشه کجا؟ Why میشه چرا؟ Who میشه کی؟ Whose میشه از کی؟ How میشه چطور؟ خب اینا شد سوالیا. یک مثال بدیم. میگیم که What is چیزی که شما میخوانین تلفظ میکنین. What is your name که میخوانین. سعی کنم ما براتون تلفظش یاد بدم. What is your name شما تلفظ میکنین. به اینکه سریعترش تلفظ براتون یاد بدم. ایره تو میخوانیم. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? ایره your نخوانین. Your. What's your name? What's your name? What's your name? سعی کن ایره what is نخوان. What's your name? What's your name? نامت چیست؟ جمله چیسته؟ سوالیسته. یا مثلا با where بگویم یک جمله. مثلا میگیم Where do you live? Where do you live? کجا زندگی میکنین؟ کجا زندگی میکنین؟ یک چیز دیگر در اینجا یاد بگیرین. live باش این تخته رو پاک میکنین باز live نکتهش هم میگم براتون. در جواب از این چی میگین؟ Where do you live؟ میگین I live in مثلا کابل. I live in کابل. ما در کابل زندگی میکنم. خب این هم بود جمله سوالی. نکتهش هم میگم. این قسمت رو بگیرین. اگر نشته میکنین خوب نشته کنین. یک دقیقه وقت میتونم. اگر اسکرین شات میکنین اسکرین شات کنین. اگر سوال دارین سوال تا نکنین که من اینجا ببینم کجا سوال دارین. سوال دارین آزادانه پرسان کنین. صدا خمینی صدا دارین؟ صدا هست؟ موفق باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. شما رو خدا نظر نصیب کنه. شکر دستان. سلامت باشین. علیکم سلام. So good teachers. خب تا فعلا که هم صداست هم کدام سوال نداریم. سوال اینجا کنین که باز من سوالتون جواب بدم.
هر چی که در ذهنتون سوال میگرده که ما سوال بگویم که باز لایف که باز خلاص شه، باز هر چی سوال هم داشته باشین باز دیگه میمونه دیگه همونطور. خب تمام شد، گرفتین. اگر نوشته کردین بگوین که ادامه بتیم به کامنت نوشته کنین. خب میریم به ادامهش. اینجا رو من گفته بودم چرا کم تلفظ کنین. اینجا نکات براتون بگویم. یکی داریم life، یکی داریم life، یکی داریم leave، یکی باز از می هستم. باشید به اینجا نوشته کنم. خب اینا رو چرا کم تلفظ کنیم؟ این تلفظ میکنیم دوباره سوال کسی نیست. این میگیم که life. چرا کم life مثل ف. این live و تلفظ میکنیم live. این چرا کم تلفظ میکنیم leave تلفظ کنیم. این چرا کم تلفظ میکنیم live. تو میگی استاد این live تلفظ کردی، این live تلفظ کردی. نکته داره دیگه. اگر noun بود live تلفظش کو، اگر verb بود live تلفظ کو. مثلا می پخش زنده است چرا کم بگی؟ میگی live. It is live. مثلا میال ما در پخش زنده استیم میگی it is live. مثلا میگم I'm on live، یعنی ما در چی هستم؟ در live هستم. مثلا verb اگه باشه live میشه. live که زندگی کردن معناش میشه. من زندگی میکنم I live. من زندگی میکنم. صحیح؟ I live. من زندگی میکنم. live میشه ترک کردن. اگه بگی که I live اینی را live تلفظ کنی اتو معنی میشه where do you live. اتو تلفظ کنی میشه کجا را شما ترک میکنی. where do you live اتو معنی نمیشه. مثل که دیگه گفت که how are you گفت how are you from. اون نفهمید که چی بگویه. ایوازه که خوام دیگه در جوابش صحیح جواب خوبش داد. او گفت how are you from. گفت I'm from good thanks. I'm from good thanks. جواب خوبش داد دیگه. خب در اینجا را فهمیدین life میشه زندگی، اینجا leave میشه ترک کردن. اما اینجا اگر noun بود live تلفظ میشه، اگر verb بود باز live تلفظ میشه. خب ما گفتیم که سوالی کردن ها چند رقم هسته. سوالی اولش که هسته با WH هسته. سوالی دومش چیسته؟ سوالی دومش با to be ها در سر جمله. با چی؟ to be ها. وقتی که to be در سر جمله آمد بعدش یک جمله آمد اون وقت جمله ما چی میشه؟ سوالی میشه. مثلا چه رقم؟ I am a boy. من یک بچه هستم. تو میگی استاد کی سوالیسته ای؟ صبر کو یک دقیقه. اینی اما دیدی بیار در سر جمله. از اینی گوشش کش کو بیارش در کجا؟ سر جمله. بیا بگو از این گوشش کش کو بگو بیا. چرا نمیایی؟ am چی میه؟ am در سر جمله به. آیا من این بچه تو طرف برو. am I جمله سوالی شد. am I a boy. آیا من یک بچه هستم. جمله چی شد؟ سوالی شد.
جمله سوالی شد. خب هر آنچه دیگه که باشه تنها ام نه، مثلا was باشه. He was a nurse مثلا. او یک نرس بود. بخوای که ایده سوالی جور کنی چه رقم میگی؟ was تو بیره دیگه سر جمله بیاره. از این گوشش کش که بیا دیگه بچه این طرف بیا. هیران بود تو طرف برو. Was he a nurse؟ یعنی آیا او یک نرس بود؟ آخرش هم سوالی. فهمیده نه؟ جمله سوالی با چی میشد؟ اولش با WH questions، دومش با چی؟ دومش با to be که در سر جمله باشه. بعد از اون میگیم چی؟ جمله سوالی. روش سومی خود دومش بود. روش اولش WH، روش دومش to be، روش سومش نشته کنم. هر وقت که چی آمد در سر جمله؟ have یا has در سر جمله آمد، برای از اون میگیم جمله سوالی شد. مثلا میگه که I have broken the glass. I have broken the glass. میگه من شیشه را شکستانده ام. جمله مربوط زمان حال کامل میشه. من شکستانده ام تلفظ میکنیم. خب این سوالی جور کو. اول میگه تو باش استرکچرش یافت کنم. subject plus have plus third form of the verb plus complement. سوالی که جورش میکنی have در سر جمله میری، بعدش subject، بعدش شکل سوم، بعدش complement، آخرش هم سوالی. خب چون اینجا have هسته، have در سر جمله میری. have subject ما میشه I، شکل سوم میشه broken. Have I broken the glass؟ آفرین، خیلی ساده. باش که اینی جمله رو من نشته میکنم. شما این جمله رو در کامنت زود که نشته کنید. هر کس که زود نشته کرد جایزه داره. جایزه شه باز برش در مسیج میگم جایزه شه. خب اینی سریعتر شما بگوین. She has walked on the street. سریع ایره تبدیل کنین به سوالی. در کامنت زود نشته کنین. در کامنت سریع. من کامنت همه خانم اینجا. هر کسی که زود نشته کرده بود. خب has نشته کردین. has چی؟ مکمل جمله رو نشته کنین. امید هاشمی کوشش تلاش کردن چه رقم، یعنی که زیاد کتاب بخوای نشته کنی که یادت بماند. همه چیز رو میتونی زود هم یاد بگیری. میگم میرم. ربی سلیمان بسیار تدریس کردی. موفق سلامت باشین شما. برای یادگیری زبان انگلیسی چی مهم است؟ ایران میگم. خب سوال کردین که برای یادگیری انگلیسی زیاد چی مهم است؟ خیلی ساده است. سعی کنین. من مثال یک چی رو براتون بگم. گرچه گلاس پیش من نیست، فکر کنین یا گلاس هسته. خب خوب متوجه باشین که چی هسته. سوال برادرمون نامش چی بود؟ بهسودوال. گفته برای یادگیری زبان انگلیسی زیاد چی مهم است؟ تصور کنین که نام از زیر بانیم listening. چی؟ listening. نام از زیر بانیم چی؟ نام از چی باشه؟ نام از لغات و اصطلاحات. نام از زیر بانیم تلاش. تلاش بیشتر
وقت گذاشتن، انرژی خرج کردن. برای جا میگیم 3 گلاسه که تو میتونی ایره پر کنی و انگلیسی رو قوی کنی. اما مرحله اول لسنینگ است. کل گلاس هایش پر کنی، هر چقدر بالا باشه اونم قضیتر یاد میگیری. اولین چیزی که تو میتونی انگلیسی رو قوی بسازی نیاز داری به چی؟ لسنینگ زیاد. هر چقدر لسنینگت قوی شوه اونم قضیتر یاد میگیری. من خیلی وقتا فکر میگم خب مثلا من که معنای از این نفهمم که گوش میکنم چی فایده تو نیست. تو یادت بیار یک آهنگ کلتون امیال یاد دارین، نه؟ کلتون امیال یاد دارین آهنگ. امیال ازار کنم پرسان کنم یک آهنگ زمزمه کن کلتون یاد دارین. پیش خود فکر کو خب امی آهنگ چه رقمی یاد گرفتیم من؟ چند بار شنیدی امی آهنگ؟ مثلا یک آهنگ است میگه Do you really wanna just steal your destiny right from the hands of fate. ما زیاد شنیدیم که به یادم است. چند بار شنیدیم؟ بیش از 100 بار خیره شنیدیم. هر روز که میرم میشنوم بخیر دیگه کلش در ذهنم شیشته. چرا؟ چون که خوش دارمش. نه اینال شما کارتون، سریال انگلیسی، آهنگ انگلیسی، فیلم انگلیسی، هر آنچه که خوش دارین او رو زیادتر بشنوین، زیادتر شما پیشرفت میکنید. چون که چیزی که خوشتان میایه او رو که سعی میکنید دیگه ناخودآگاه خوشش میایه. تو باش سعی کنم تو به بانه سعی کردن تو انگلیسی رو یاد گرفتی از او. خیلی خوبش میشه. من یک سریال بود، سریال Prison Break، فرار زندان. یگان از ویدیوهاش هم دیدیم که من جور کردیم. من او رو زیاد خوش داشتم و کل فصلهاش مکمل از سر تا آخر تمامش دانلود کردم و تمامش هم به 2 زبان سعی کردم. مکمل فصلهاش سعی کردم. وقت شده بود که 10 بعد شب 6 7 صبح کلش دانلود کرده بودم. 7 صبح مکمل ما خلاص کردیم. تنها سعی کردنش من اونقدر وقت ضایع شدم. یعنی چیزی که من خوش داشتم و انگلیسی رو یادم گرفتم. اینال شما میخواین که یاد بگیرین چیزی که خوش دارین او رو زیادتر بشنوین، لسنینگتون قوی کنین. لسنینگتون که خوب شد یعنی در جریان چیزای دیگر هم کنین. لسنینگتون خوب میشه بعدش لغت هم میتونین یاد کنین. تو چه رقم لغت یاد کنم؟ استاد من لغت خیالم میره. خیلی ساده است. 10 لغت بخوان. در ریکاردر مایکت ثبت کو. او را بشنوه هر روز شنیده و مثلا بیرون میری، نان میری، مکتب میری، مثلا دانشگاه میری، هر جایی که میری گوش کو. همون لغتایی که میخونی که ترجمهش بوک کتاب، پن قلم، درایور کورسپاندنت خبرنگار، مثلا هر آنچه دیگه باشه. این لغت‌ها رو تو میشنوی یادت میباشه دیگه. میفهمی که این لغت چی معنا میشه. سومش گلاس سوم میریم. چی بود؟ انرژی خرج کردن، وقت خرج کردن. وقت تا باید بتی به انگلیسی. ات نیست که مثلا سر به خود تو انگلیسی یاد بگیری. اینه میاد که تو مثلا اینجا اشتراک کردی، وقت گذاشتی، سر خود سرمایه گذاری کردی، ارزش قائل شدی. ببینین انگلیسی یاد داشتن یک سرمایه است فعلا. اگر تو انگلیسی یاد داشته باشی فکر کن یک سرمایه داری. خارج کشور بری به مشکل نمیخوری، ترجمان نمیگیری. کل کار خود گوگل ترنسلیت نمیتونه کنه. انسان خو نیست، ماشین است. چت جی پی تی خو نمیتونه کنه. خودت نیاز هستی که باید یاد داشته باشی. تا چه وقت ترجمان میگیری؟ اما پولی که به ترجمان میدی خودت اونم قدر بخون، خودت یاد بگیر. نیاز نیست که تو به ترجمان بدی. تو خارج کشور میری چیزی یاد نمیداشته باشی، تو نیاز داری که به ترجمان پول بدی که مشکل طرف کنه. چقدر خوب است انگلیسی یاد بگیری. این روش‌ها رو استفاده کن دیگه. باز کسی که میخواست واقعا یاد بگیره، مثلا من خب بعضی اوقات لایف میم، وقت میخوای کسی که واقعا یاد بگیره ویدیوهای پیج هر روز سعی کنه. در آخر ویدیو یک سوال گذاشتیم، خیلی کم است که نگذاشتیم ولی در کلش گذاشتیم. و یک چیز دیگه هم چیزایی که گفتمش در پیج انجام بدین. هر روز استوریا رو سعی کرده برین. خیلی چیزای مفید براتون میگذارم. هر 3 ساعت با 4 ساعت بعد استوری میکنم. برین سعی کنین. این روشش بود. خب سوال دیگه، خب کوشش تلاش کردن چه رقمی اینه که زیاد کتاب خواندن شرط نیست. خب که مثلا خیلی کسا میگه هر چقدر کتاب زیاد بخونی اونم قضیاتر یاد میگیری. اشتباهه. زیاد بشنوی شرط است، نه زیاد کتاب بخونی. کتاب خواندن مشکل نداره، خوب است، ولی زیاد شنیدن بهترین است از وام کده.
مثل میمونه که مثال براتون بگویم موبایل سامسونگ S24 اولترا بالاست، ایره لسننگ نامش بانیم. یا موبایل مثلا ویکو باشه مثلا، یا مثلا موبایل های تکنو و انفینیت چیزا باشه، ای بالاست یا او؟ طبعا او بالاست. کتاب خواندن خوب است، یعنی وام موبایل است، ولی از او که موبایل بالاتر هم است، موبایل بالاتر هم وجود داره. این حال شما کتاب زیاد بخونین خوب است، ولی لسننگ از کتاب هم که زیاد گوش کنین، لسننگ خیلی شما را میرسونه. دیگه خدا کنه که سوالتان جوابش گرفته باشین. با سوال داریم بگین. مشتبه یعقوبی جواب داد. Has she walked on the street؟ آفرین. Has she walked on the street؟ آفرین. Has she سمیولا همراه؟ آفرین شما. Walked on the street خیر اسپیلش اشتباه نشته که، ولی هدف رساندن که چی هسته. دیگه Has she walked؟ ربی سلیمان walked on the street. Have I broken the glass؟ آفرین. شما هم سلامت باشین. خب بسیار خوب، از دوبای بیننده هستین. باز میتونین که در مسنجر ما پیام کنین، دورهای خصوصی در همراه ما شروع کنین، خیلی خوب میشه. شما میتونین یک رشد داشته باشین، یک پیشرفت داشته باشین. خب سوالات نکنین، ما ادامه درس شروع میکنم. زیاد درس ادامه نمیتونیم که مثلا شما خسته نشین. یک کار میکنیم، شما در کامنت بگوین که هفته چند بار لایو ویم. یعنی من خیلی خوش دارم که با شما گپ بزنم، شما سوالی که داشته باشین، سوالایی که در درون می داشته باشین ولی از کس پرسان کردن نمیتونین. مثلا کس نیست از کی پرسان میگی، در گوگل چیزی که میخوای پرسان کنی او سوال جوابش تو صحیح نمیتونی یافت کنی. یک نفر هم که بگی وقت نداره صحیح، ولی دمیجا بهترین وقت است. در کامنت بگین که هفته 2 بار یا 1 بار یا مثلا 2 هفته 1 بار چقدر لایو ویم، و هر موضوعی که میخواین در کامنت نوشته کنین که اینی موضوع رو من مشکل دارم که هفته آینده مثلا ما ایره براتون تشریح کنم. درست است؟ خب ایره فهمیدین. حالا یک چیز دیگه هم است، موضوع آخرش که چطور یک جمله را سوالی جور کنیم. میبینیم جمله بندی خیلی چیزا داره، خیلی آسان هم است. ذهن شما بهترین ذهن است، ولی شما را میگه که شما ذهن یگان تو میگم من ذهن خراب دارم، کور ذهن هستم. کور ذهن هیچ کس نیست. خب کلگی ذهن خوب دارن. خب سرکس تلاش نمیشه، کوشش نمیشه، برش انگیزه داده نمیشه، پیش نمیتونه بره. هر وقت که moral auxiliary verb آمد با یک جمله که آمد، تو میگی استاد moral auxiliary یعنی چی؟ من چند دانش نشته کنم. 10 دانه است. خب 10 دانه است. کدام است؟ can، could، shall، should. یه که تصنف میگفتم برای شاگردا خنده میکردن. استاد shall should چی میگی؟ خب میگفتم چیزی که هست دیگه. well، would. امیال شما رو خنده گرفته. میفهم. can، could، shall، should، well، would، may، might، must و ought to. خب اینا قدر زیادتر نمه، ولی زیادتر از can و will و می دیدین در جملات استفاده شدن. شدم زیادتر استفاده میشه. اینیا مدل هستن، نامش مدل auxiliary verbs است که 10 دانه هستن. اینیا اگه در سر جمله به جمله ما رو سوالی جور میکنه. ما دیگه توجه نمیکنیم، فقط روی can صحبت میکنیم. مثلا میگیم که can I have your book؟ آخرش سوالی باید باشه. Can I have your book؟ یعنی آیا میتونم که کتابت داشته باشم؟ به جوابش چی میگین شما؟ بگین جوابش بگین. خیلی یک جواب خوبش داره. تو نمیشه مثلا از دل خود یک جواب بگین. سریع جوابش بگین که چی میشه. نابغه ها پیش به جواب از چی میشه. من کامنت را ببینم. نابغه ها میتونه پاسخ بتایره.
Can I have your book? یک نفر پاسخ داد. آفرین. دیگرا یک نفر پاسخ داده که yes I can. Yes I can. جواب درستم مقیم خانزاده. آفرین، خیلی خوبش. اینه گفتم نابغه ها پیش به نابغه ها می شد. جوابش چی بشه؟ Yes I can. نباشه که من بگویی که yes I have. اشتباه است. Yes I can. چون هر وقت که جمله تون با سوال امو چیز شروع شد، جوابش هم امو چیز است. با can شروع شد، نه؟ جوابت باید با can باشه. Yes I can. یا میتونیم بگیم که No I can't. No I can't. نه خیر، من نمیتونم داشته باشم. یک چیز دگام همینجا مثلا دو باشه. Do I have. مثلا do I have your phone number. اینو چه رقم بگیم؟ باز نابغه ها پیش آده اینجا. Do I have your phone number. آیا میتونم که شماره تلفن تا داشته باشم؟ Do I have. آیا میشه که من داشته باشم؟ اینو شما بگین چه رقم میگین؟ خب نتتان کار نمیکنه. خیر، مشکل نیست. تا جایی که سیل میتونین کنین سعی کنین، که نمیشه باز خیر گذاشته میشه باز براتون. هر شب ویدیوهای گذاشته میشه سعی کنین. درست است؟ خیلی شما را قوی میسازه. خب جوابش میشه Yes I do. تو میگی وی چطور؟ No I don't. Yes I do. No I don't. این رقمی جواب داده میشه. Can I have your book? Yes I can. یا No I can't. یا Do I have your phone number? Yes I do. یا No I don't. به شکل میتونیم بگوییم. این روش های است که ما جمله را سوال می ساختیم کنیم. چقدر نکات خوب بود. این جمله را براتون گفته بود کسی؟ اصلا دو جمله ش خواندیم. دو جمله دیگهش باشه با روز بعدی. با شما در قسمت کامل نوشته کنین که روز چندشنبه لایو ویم. پنجشنبه موافق هستین که لایو ویم؟ نوشته کنین باز که پنجشنبه و کدام موضوع را باز شروع کنیم. ایران بگوین که باز براتون امو موضوع را بگویم. خب سوال ندارین؟ سوالتان بازم پرسان کنین. من اینجا میبینم. خب سوالایتان اینجا هسته. خب sorry WTH نفهمیدم یعنی چی. No you don't. Yes you have. There's my phone number. Yes you do. You're the wrong way, mate. خب لایف استاپ میکنیم دیگه. از درسای گروپ لذت ببرین و هر آن سوال می داشته باشین آزادانه پرسان کنین. مثل یک برادر
همراهتان کار میکنم. درست است؟ فقط ایسته که شما سوال کنین، سوالتان پاسخ داده میشه. خب این بود لایف امشب که شما وقتان ضایع نشه. گرچه که در این وقت ضایع نمیشه، یک چیز مفید بود، یک چیز خوب بود. وقت خوبی از مگذره ولی در چیز خوب بگذره خیلی خوب است. این میتونیم باز اسکرین شات کنیم و در فیسبوک هم گذاشته میشه و همچنان باز در یوتیوب هم میگذارمش. میتونین از یوتیوب هم دانلودش کنین براتون و استفادهش کنین. شب روز خوش داشته باشین. Have a great time. Goodbye.